السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران گرامی، امروز انشاءالله که به یاری پروردگار میخواهم یک آش پلاو وطنی برای شما دوستان آماده بسازم. اینما انشاءالله که علاوه بگیم که پلاو مانده اینه. بسم الله. خدا خواهد که بیننده باشین، ببینین ویدیو را تا آخر شه. خوشتان که آمد برای دوستاتان روان کنین. در کانال ما ابونه شدن فراموش نکنین تماشاگران گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. روغن ما در دیگ میریزیم. 2 لیتر 100 گرم روغن داریم. اینا برادران عزیز میستیم که تا روغن ما داغ شده نشه. روغن ما که داغ شد بعد از او پیاز میاندازیم در دیگ. تماشاگران عزیز روغن ما داغ شد. بسم الله پیاز میاندازیم. پیاز در روغن داختیم. شما میتونید که اول گوشت پرتوین، اما من میخواهم که امروز آشی که میکردگی من چی باشد، سرخ آش باشد، یک ذره سرختر شود و همون خاطر من اول پیاز میپرتیم، چون که پیاز کمتر سرخ میکنم. من دیگه زلاتیست سویچ میکنم، کمتر سرخچه باید بیاد پیاز. شما انشاءالله که در دوام نوار میبینید. این تماشاگران عزیز پیاز ما سرخ شد. سوختگی نیست، فقط سرخچه شده است. 1 کیلو پیاز بود. باز این گوشت میپرتیم. گوشت ما 7 کیلو است. 7 کیلو گوشت داشتم. اینا دوستا باز منتظر میشیم که تا گوشت ما ببینیم که سرخ شود و داخلش پخته شود که تا دیگه باز نوبت به سبزی و به آب برسه. اینا تماشاگران عزیز گوشت ما سرخ شده رئیس. فقط من 1 لیتر آب در این میریزم، چون که داخل همی گوشت خوب پخته شود. خب البته ریسیپ ها بسیار هستند، مثلا باز پاورای مشهور خودشان میفهمند چه تیار کنن. که من خواستم که امروز به همی ریسیپ خودم قطعی ایره آماده بسازم تا شما ببینین. اگر خوشتان که آمد با دوستاتان روان کنین. خب ویدیوهای نوی ما است، چون که من مثلا کامیرا چی ندارم، با تلفن است دیگه. کمتر خصوصی میجم با بگیم من می کامیرا ببخشین. تماشاگران عزیز من 1 لیتر آب میریزم میرم به خاطر نرم شدن گوشت. گوشت ما که این سرخ شدگه به خاطر نرم شدن داخلش چی میکنیم؟ 1 لیتر آب ریختیم. دهانش هم میبشیم دهان دیگه میمونیم که چطور کنم دم ایده بگوشه تا خوب همه گوشت ما نرم شود. این از سرپوچ دیگه موندیم. اکالی منتظر میشیم که گوشت ما پخته شود. کوشش میکنیم که تا قدر امکان چند لیتر آب میره در آش میپختگی ما همشه برای شما دوستان بگیم. تماشاگران عزیز گوشت ما اینا سرخ شد. این نوبت به سبزی رسیده است. ما 9.5 کیلو سبزی داریم. این 9.5 کیلو سبزی را هم در همین دیگ چی میریزیم.
Tomoshabin savzi را که ریختیم 9.5 کیلو savzi است. بعد از اون آب داریم 4 لیتر آب. یک 2 لیتر ریختیم 2 لیتر آب. بعد از اون مویز داریم. مویز 700 گرم مویز است. 700 گرم مویز. نخود 100 گرم نخود است. 100 گرم نخود. 100 گرم نمک است. فعلا 100 گرم نمک انداختیم. بعد از اون من مرچ میاندازم در داخل دیگ. شما میتونید که مرچ هم استفاده کنید که نکردینم هیچ گپ نداره. اینا مثلا مرچ میریزیم. مرچ سیاه. اینا زیره هم باز میاندازیم. زیرش 3 قاشق زیره داره. اینا زیره هم انداختیم. انا که دوستان منتظر میشیم که تا پیازمون نرم شوه و دیگر نخود ما پخته شوه. بعد از او نوبت به برنج میرسه. اینا سبزیمون نرم شده است. ما باز 100 گرم که باز نمک داریم. جمع و جمع 200 گرم نمک ریختیم در داخل دیگمون. باز آب میریزیم در داخل دیگ. من مثلا تا حالی تقریبا 9 لیتر آب انداختم. 12 لیتر آب گرفته بودم تا ببینم که همین آش میشدگی ما چند لیتر آب میخوره. چون که من با برنج افغانی آش میکنم. انا برنج افغانی را 1 ساعت قبل من تر کردگی هستم. 1 ساعت تر می باشه. بعد از او 7 کیلو برنج است. بعد از او باز در سبزی میبینیم که چی گپ میشه. اینا بینندگان عزیز نوبت به برنج رسیده است. انشالله که برنج میاندازیم. تا حاضر من جمع و جمع 300 گرم نمک انداختم. ملا برنج میریزیم. هفت کیلو برنج است. اینا ببینین برنج انداختیم در دیگ. ما صبر میکنیم که تا برنج ما پخته شود. آبش بس است.
7 kilo birinci afg'onidir. Mana bibinin ki birinci mo در دک جوشیده رویست آبش دیگه آب نریختیم. بعد منتظر میشیم که آبش خشک شد، خاک کشید آبش، بعد از او طرفش میگردونیم. اینا دوستان عزیز اینا آشی ما را بگم که برنج ما را آبش خشک شده است. ما چیکار میکنیم؟ موزی او طرف برنج میگردونیم. انا بعد از او با یک 5 دقیقه شاید زیادتر میستیم که کاملا خشکیده آبش، بعد برنج دم میپرتیم. اونقدر زیاد از تگش نمیگیریم، فقط یک کم تر می بالا بالا بگیریم، تا بالا بالا میگردونیم. چون که با یک دست کامera کردن و با یک دست کوفتن کمتر کمتر می باشه. بینه خلاص. ما دوستان چسناک داریم اینجا، چسناک حاضر میپرتیم در داخلی. اینا چسناکمون موندیم چون که بعدی را ما دم میپرتیم. وقتی دم انداختن بعد لیمون میدوزیم. اینا نوبت به لیمون هم رسید. اینا لیمون تو را میاندازیم، برنج ما دم میپرتیم. اینا تماشاگران گرامی، من آشم رو دم میپرتیم، یک لگن در بالاش میمونم. اینا بعد از او در بالاش اینا میره میپرتیم. خلاص انشاءالله که بعد از نیم ساعت پلاوی ما آماده میشه، باز میبینیم. این پلاو که دم انداختیم، آتش زیرش هم کم میکنیم. اینا ببینید کمتر کم است، علاوه زیرش هم کم میکنیم که زیر پلاوی ما نسوزه. نیم ساعت بعد انشاءالله که حاضر میشه، باز میبینیم دوام ویدیو را. اینا آشم میکنیم بعد از نیم ساعت. اینا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینا چسناک‌های را یک طرف میگیریم. این لیمون مونم اینجا 7 کیلو برنجه. یا سبزی را آرامش میکنیم.
اینا ما در یک طبق میبرداریم. بعد از او بسم الله اینجا چسنوکش هم میپرتیم بلوش. اینا آش ما هم خلاص آماده هست برای خوردن. مرحمت کنید. اینا همین شما دوستا آبونه شدن فراموش نکنید. انا برای دوستاتون هم این ویدیو را روان کنید و ببینن.